امروز شنبه 14 فوریه در حال تدارک و آماده سازی برای برنامه اقدام نهایی فراخوان اعلیحضرت رضا شاه دوم. از ساعت 11:30 در خدمتتون هستیم. احتمالا ساعت 2:30 و تا 3 هم مارچ شروع میشه به سمت سفارت ننگین و اشغالگر جمهوری اسلامی. برافراشته شدن پرچم شیر خورشید تاجدار که در کتاب رکوردهای گینس به ثبت خواهد رسید در شهر مونیخ روز 14 فوریه. Eşit bizim meselesi. سرود درخش رو کاش که بلد بودم بخونم ولی بلد نیست. آقا هنوز شروع نشده، یعنی که اصلا نمیتونی فکر کنی. پرچمم کشیدم بالا، یعنی همینطور دارم میام. فکر نمی کنم اروپا همچین تعداد ایرانی به خودش ببینه امروز. از همه جا همینجوری دارن میان.